شما اگر گمان بکنید که در تمام دنیا رئیس جمهورها و سلاطین و امثال این ها یه نفر رو مثل آقای خامنه ای پیدا بکنید که متعهد به اسلام باشد و خدمتگزار و بنای قلبیش بر این باشد که به این ملت خدمت کند، پیدا نمی کنید. ایشون رو من سالهای طولانی میشناسم و در اون زمانی که اول نهضت بود ایشان وارد بود و به اطراف برای رساندن پیام‌ها تشریف می بردند و بعد از اینم که این انقلاب به اوج خودش رسید ایشون حاضر وقع بود همه جا تا آخر و حالا هم هست. ما یک نعمتی خدا بهمون این است که داده. یه روز همینطور تو اتاق بیمارستان جلو چشم افتاد دیدم که عکس امام اینجا زده شده. خیلی خوشحال شدم از نگاه به عکس امام. گفتم که این تخت منو بذارید جایی که این روبروی من باشه. تخت منو از این سر اتاق برداشتن بردن اون سر اتاق گذاشتن که من به امام بتونم نگاه کنم. هر وقت نگاه میکردم چشمم به امام میافتاد قلبم همچین شاد میشد و یه حالت انبساط پیدا میکردم. دوست داشتیم امام، خیلی دوست داشتیم. محبت صمیمی صادقانه بسیار عمیقی